جناب عبدالله ببینید که این تغییرات کادری صورت گرفت در شرکت برق توجیک و این زود عوض کردن رهبران شرکت برق توجیک به چه معناست؟ Это, конечно, первый признак наличия проблем, причем проблем хронических. این اولین نشانه وجود داشتن مشکلات دائمی در این ساحه است. فکر میکنم رهبریت کشور علاقه نمیداند که کی را به سمت رهبری این شرکت تعیین کند. رستم رحمتزاده که قبلا رهبری چند ناحیه کوهستانی پرمشکل را به عهده داشت، برای انجام روند بازسازی و یا رسترکتوریزاسیون برق توجیک تعیین شده است. اما باز هم ساحه در حال مردن است و ما را سناریوی قرقیزی و یا روسی در عرصه انرژتیک منتظر است. در سالهای نزدیک ما شاهد بروز حالتهای بحرانی در ساحه انرژتیک خواهیم شد، چون که در جریان خصوصی سازی بخش‌های سردرآمد و موفق شرکت برق توجیک به دست افراد نزدیک به رهبری اولی کشور خواهد گذشت و باقی مانده بخش‌های پرمشکل در دست دولت باقی خواهد ماند. این تغییرات کادری تا کدام اندازه میتواند همین مشکلات ساحه‌ای که امروز دامنگیر شده است حل کند؟ Тема долгов, конечно, интересная, потому موضوع что قرض‌ها خیلی جالب است، چون که این قرض‌ها یک باره به وجود نآمدند. در دوران هر رهبری نو این شرکت قرض‌ها تنها بیشتر میشد. رستم رحمتزاده علاوه بر عامل‌های پیدا شدن این قرض‌ها شک آورده دستور داده است اساسناک بودن آن را تفتیش کنند. اما فکر می‌کنم جناب رحمتزاده با چیزی در این مورد موفق نخواهد شد. اینکه این قرض‌ها به طور سنی به وجود آمده‌اند معلوم است. گذراندن اودیت شفاف برق توجیک نیز مشکل است، چون که آن تحت نظارت گروهی اوریون بانک است که رهبرش با نفر اول کشور رابطه دارد. اگر رحمتزاده در اینجا کم آمد را نیز یابد، امکان حل آن را ندارد. از جانب دیگر مشکل قرضداری برق توجیک قسماً به شرکت آلومینی توجیک تعلق بستگی دارد که این شرکت هم تحت نظارت اوریون بانک است. بنابراین اگر رهبری حکومت تاجیکستان نیت گذراندن اصلاحات در ساحه انرژتیک، بانکداری و یا صنعت آلومینی را در نظر داشته باشد، باید کار را از اصلاح اوریون بانک آغاز کند. نظرهای هم وجود دارد که شرکت برق توجیک اخیراً مفلس میشود و احتمال دارد او را منصبداران نزدیک به حکومت خریداری کنند. تا کدام درجه این عقیده میتواند به حقیقت تبدیل یابد؟ Я думаю, что полностью сценарий будет именно таким. То есть, во-первых, приватизация будет участвовать только лица приближенные. سناریو همین گونه خواهد شد. به نظر من در خصوصی سازی برق توجیک حتما افراد نزدیک به کلان رهبر در تاجیکستان اشتراک میکنند، چون که همه امکانات هم مالی و هم ماموری در دست آنهاست. شاید در این میان سرمایه‌گذاران خارجی از چین جلب کرده شوند. در اصل خصوصی گردانی شرکت‌های دولتی در تمام جهان یک روند خوب است، اما در شرایط تاجیکستان با میزان بلند فساد، طرز رهبری افراطی، خصوصی گردانی عرصه انرژتیک به ضرر جامعه تمام می‌شود. انرژتیک در دست افراد علاهیده در شرایط تاجیکستان رشد نخواهد کرد و همه گونه شدید شدن رژه برق میتواند باعث تشنج و یا بحران‌های اجتماعی شود.